عجیب و باور نکردنی واقعی آریانا سعید که اصلا باورتان نخواهد شد. آریانا سعید به چی دلیل تاکنون صورتش را چندین بار جراحی کرده است؟ افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی آریانا سعید که اصلا باورتان نخواهد شد. آیا با واقعیت آریانا سعید از اسیب ساید نامزدش جدا شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت چه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند مطرح و محبوب افغان، یکی از چهره‌های شناخته شده و سرشناس در میان هنرمندان افغانستان بوده است. کارهای هنری آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. این هنرمند تک صدا و محبوب پاپ استار افغان با سرودن آهنگ‌های مختلف در میان مردم افغانستان هنر موسیقیش رشد کرده است. آریانا سعید عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد. کارهای هنری آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است و ای را تبدیل به ملکه دلها کرده است. این لقب را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرده است. آریانا سعید بزرگ شده کشور انگلستان است، اما اکنون در ترکیه زندگی می کند. وی برند از لباسهایش را دوباره در ترکیه افتتاح کرده است و در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان ساخته است. این هنرمند تک صدا و معروف افغان چند روز قبل از بزرگترین جشنواره موسیقی در کشور امریکا اشتراک کرد و توانست آهنگهایش را بار دیگر انقلابی بسراید. اما جالب اینجا چهره آریانا سعید بدون فیلتر در صفحات مجازی نشر می شود که این خانم به خاطر زشت بودن چهرهش تا کنون چندین بار عمل جراحی صورت انجام داده است ولی هیچ یک اثر نداشته است. ولی آریانا سعید با صدای گیراش علاقمندان و دوستداران خوبی دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.